این منم. طی سالهای مختلف به روش‌های مختلف و با کانتنت‌های مختلف سعی کردم توی یوتیوب به موفقیت برسم، اما تنها چیزی که بعد از این همه سال بهم رسید حافظ لیق بوده. داستان من با یوتیوب خیلی طولانیه. از جایی که بچه بودم و کرونا تازه شروع شده بود. های گایز، چطوری بچه‌ها؟ امین دوزافسان با یه ویدیوی بمب تولد چنل مبارک. تا جایی که ویدیوهای فان و واینری می ساختم. خاک بر سر من، از اون پسرمت یاد بگیر. از اول شهریور داره درسای پارسال مرور میکنه، درسای سال دیگرم پیشخوانی. اون وقت پسر من 24 ساعته سرش تو گوشی انگشتات فلج شد. و جاهایی که ولاگای مختلف با شیوه های مختلف و سبکای مختلف از زندگی میساخت. بخوام براتون فیلم بگیرم ولی ارکور میخوام برم اونجا. اتاقم هم خیلی اوضاعش بده. یعنی همه اینا برای من تجربه شد تا حالا با کانال امیر آرچ و آخرین تیر ترکش که قرار سمت یوتیوب پرتاب کنم آماده باشم و برای هر مشکلی مقاوم و استوار باشم. شما با سابسکرایب کردن چنل من به من توی رسیدن موفقیت توی این مسیر کمک کنید. خب دیگه مسخره بازی بسته، بیاین خودم رو ببینید دیگه. سلام، خوش اومدید به اولین ویدیوی کانال امیر آرچ. امروز برنامه اینه که بریم و بک‌گراند ویدیوهای پشت میزمون اوکی کنیم، چون من شاید 3 سال یا 2 ساله که هیچ ویدیوهای پشت میزی نگرفتم، یعنی نه ریاکت نه گیم، و آخریش مربوط میشه به اولین کانالم به نام امیر 2007. و حالا یه سری عکس دارم یه طرف دیگه اتاقم، ولی جایی که الان احساس میکنم فعلا میخوام ویدیو رکورد کنم هیچ چیزی توش نیست غیر از یه عکس از بچگی‌های خودم. ببینین جایی که قبلا ویدیو رکورد میکردم این طرف بوده، این چقدر همه چی هست دیگه، قاب عکس هست، عکس از خودم هست و یه سری نقاشی که خودم کردم هست. این طرف که الان میخوام ویدیو بگیرم هیچی نیست، یعنی عملا فقط همین عکس هست و الان باید یه سری چیز بذاریم این طرف. خب ببینین الان باید یه سری عکس انتخاب کنیم. مثلا اولیش که میخوام بردارم اینه، این کارت فوتبالیه که خودم از خودم طراحی کردم. این اولین چیزیه که میخوایم برای بک‌گراندمون داشته باشیم، عکسی که خودم طراحی کردم، کارتی که خودم طراحی کردم و خب اینا الان داریم. عکس بعدی که میخوایم داشته باشیم آقای رونالدوی که قطعا معرف حضورتون هست، بهترین بازیکن دنیا، زیبا، جذاب و مقتدر. اینم میذاریمش. عکس بعدی که میخوام باشه آرم باشگاه محبوب و پادشاه اروپا، دنیا، جهان، یعنی رئال مادرید که اینا بازم خودم کشیدم و اینم میذاریم که باشه. عکس پادشاه دنیا، عادل، قلب بزرگ و دلی کوچک دارد این پادشاه کوروش روش. اینم خیلی عکس باحالیه، از تو اینترنت دانلودش کردم، چاپش کردم، ولی میخوام باشه. بذاریم اینا رو بچسبونیم الان اینجا، ببینیم که اگه چیزی کم اومد که دوباره یه چند تا دیگه بچسبونیم دیگه، یعنی چند تا دیگه از اینور بیاریم بچسبونیم. بهترین حالت چه بکیه، من خوشم نمیاد از این. آقا برنامه عوض شد، جا رو تغییر باید بدیم قاعدتاً، یعنی باید این کموده که اینجاست رو برداریم، اینم که اینجاست رو برداریم، جا به جا کنیم با هم دیگه. جمعه این تغییر دکوراسیونو انجامش میدیم. پس الان که امروزه یعنی چهارشنبه است، فعلا من باتون خداحافظی میکنم و جمعه با تغییر دکوراسیون اینجا باتون همراهم. چرا؟ چون که اینجا بکش خیلی بده و من از این بک اصلا خوشم نمیاد. جمعه ببینمتون. Don't want to mislead, this is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel, please just say it's real. More than just a thrill, not just in it for the thrill. I'm in it for the love.
something. I'm in it for the love. 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 For the love. I'm in it 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 for the love. سلام. آخرین سکانس که احتمالاً دیدیم اونجایی بوده که این آشفته بازار که اینجا رو بهتون نشون دادم. در این فاصله من رفتم آرایشگاه و این دوتا کمدو هم جابجا کردم. فیلماشم اتفاقا گرفتم ولی یک اتفاق بسیار فاجعه با پاک کردم همین فیلماشو و دیگه حال ندارم که بخوام دوباره اینو با اون جابجا کنم. پس از الان دیگه الان میخوام چیزا رو بچینم توش و باورم نمیشه برای این ولاگی که فکر می‌کردم 3 روز قرار طول بکشه رکوردش، الان بیش از 8 روزه که تو رکوردش گیر کردم. دیگه امروز میخوام تمومش کنم و بریم بر کار آپلود و ادیتش و یه ویدیو دیگه ضبط کنیم و خلاص اینا ولش کن. حالا اینا رو بگذاریم بزن بریم کارو انجام بدیم. Let's go.